امروز 7 اپریل است و نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما ایزان میکنیم. سلام بینندگان مهربان، در 15 دقیقه آینده این موضوع ها را با شما در میان میگذاریم. بازار اساسی حصار آتش گرفته است. تاجران زیان دیده میگویند نمیدانند از این به بعد چیکار میکنند. امریکا نیروگاه و پل‌های ایران را بمباران میکند. دونالد ترامپ گفت اگر ایران به سازش راضی نشود این کار را انجام خواهد داد. تمام کشور را میتوان در یک شب از بین برد. آن شب میتواند شب فردا باشد. آیا عروسان بی زر و زیور میمانند؟ قیمت طلا در تاجیکستان بالا رفته و خریدارانش کم میشوند. نرخ تو بلند میشه تو پس میشوه. خیلی بمیشینیم آدم نیست. مقامات تاجیکستان به تحقیق سبب‌های سر زدن سوختار در بازار مرکزی شهری حصار آغاز کردند. یکی از احتمال‌های اساسی رسیدگی نقل‌های برقی گفته می‌شود. در این حادثه مال و اموال ده‌ها صاحبکار به کام آتش رفت و معلوم نیست ضرر آنها را کی جبران می‌کند. همکارانم مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله به بازار حصار رفته این گزارش را فرستادند. با گذشت 2 روز از سوختار و حتی باریدن باران هنوز هم اینجا دود به هوا می‌پیچد. صبح بر وقت 6 اپریل بازار سماح در شهر حصار آتش گرفت. سبب سر زدن سوختار و ضرر رسیده هنوز مشخص نیست. مقامات حادثه را تحقیق دارند. سلیم قربانوف 4 ماه پیش این مغازه را به اجاره گرفته لباس‌های کودکانه می‌فروخت. میگوید که به مقدار زیاده از 100,000 سومانی اموال داشت و تقریبا همه‌شان نابود شدند. من ساعت 4 سحر اومدم. یعنی نیمی برنامه سپید کردم این نبودم موندم همه هم داشت سوختگی این نبودم نگم این سوختگی بود هیچ معلوم نیست ولی واقعی همین ریزه پرچن. مقامات تا حال سوختار را در بازار سماح رسما شرح ندادند. در میان فروشنده ها این فرضیه مطرح است که رسش سیم یا ناقل در رسته های خوراکواری سبب سوختار شده است. اینجا موده سپید نموندن بزنوندن ایده مقصد اینجا بسپید بچه مقصد که چقدر دیگه پایتون در میگیره پس بزنوندن نمیمونه. مسئولان بازار سماح که نامش قبلا در یک گزارش تحقیقاتی OCCRP همچون همکاری شرکت‌های نزدیک به منصبداران بلندپایه تاجیکستان معرفی شده بود از صحبت در نزد دوربین خودداری کردند. آنها نگفتند که در این سوختار چند صاحبکار ضرر دید. یک نماینده بازار در صحبت بدون میکروفون گفت با صاحبکاران ملاقات کرده راه‌های دوباره ساختن بازار را مشورت می‌کنند. اکثر صاحبکاران ضرر دیده میگویند که از بانک قرض گرفتند و همزمان مالشان سپرده نشده است. به گفته صاحبکاران در هر یک از این دکان‌ها از 100 تا 400 هزار سومانی مال و اموال بود. سلیم قربانوف از میان بارهای مغازه‌اش با امید لباس‌های نسوخته را می‌جوید. شاید این لباس‌ها یک ضرر او را کمتر کنند. پوشم کمی تو شاموده این کپکوی کینمو در اینجا هم زیویستانم برم در اینجا هم تویستانم هم باورم هم دادی همه جا 800 زیاد رفته گرم از تیمه را که 300 اینه توشی اینکه 800 زیاد برفروشته کار نمیتونم چی میشن نهادم. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری سبب این حادثه ها شده است. تاجران آسیب دیده بارها شکایت کردند که هیچ نهاد ضرر رسیده را جبران نکرد و تجارتشان مفلس شد. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که ایران میتواند در یک شب از بین برده شود و آن شب میتواند همین فردا باشد. او هشدار داد که اگر تهران تا شام سه‌شنبه به سازش نرسد با حمله های گسترده هوایی روبرو خواهد شد. همکارم مومن احمدی گزارش میدهد. تمام کشور را میتوان در یک شب از بین برد. آن شب میتواند شب فردا باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در کاخ سفید بار دیگر به ایران تهدید کرد که اگر تا شام سه‌شنبه به سازش راضی نشود نیروگاه‌های برقی و پل‌های کشور را بمباران می‌کنند. وقتی خبرنگاران از او پرسیدند که آیا ساعت 8 روز سه‌شنبه مهلت نهایی است، او بله گفت. رئیس جمهوری آمریکا ابراز داشت که ایران برای ختم درگیری‌ها پیشنهاد فرستاده است. آنها پیشنهاد دادند و این یک قدم جدی است. این گام مهم است ولی ناکافی است.
مقامات ایران روز دوشنبه گفتند که خواستار پایان دائمی جنگ با آمریکا و اسرائیل هستند. پیت هکست وزیر دفاع یا جنگ آمریکا در نشست خبری گفت روز سه‌شنبه ضربه ها به ایران باز هم سخت‌تر خواهند شد. طبق دستور رئیس جمهور امروز مقیاس حمله ها بی سابقه خواهد بود. فردا بیشتر. ایران باید عاقلانه انتخاب کند زیرا این رئیس جمهوری شوخی نمی کند. منتقدان ترامپ میگویند که حمله به انشاءات غیر نظامی انرژی میتواند جنایت جنگی ارزیابی شود. اما ترامپ گفت جنایت واقعی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می باشد. دونالد ترامپ همچنین از نجات خلبان آمریکایی که هواپیمای آنها در ایران سقوط کرد صحبت کرد. با گفته او خلبان با وجود زخم‌های عمیق در داخل کوه توانسته است با نیروهای آمریکایی تماس بگیرد و مکان خود را خبر دهد. جان ردکلیف مدیر خدمات جاسوسی آمریکا گفت که این نهاد با یک عملیات فریبنده نظامیان ایرانی را که در جستجوی خلبان بودند گمراه کرد. صبح شنبه ما توانستیم تصدیق کنیم که یکی از شجاعترین سربازان ما در بین کوه پنهان شده است و برای دشمن ناعیان مانده است. در فرجام صحبت دونالد ترامپ با اظهار نارضایتی از افشای خبر نجات خلبان در رسانه‌ها گفت اگر خبرنگار افشا کننده این معلومات منبع خود را نگوید او را زندان انتظار است. رو می‌رویم به موضوع دیگر. مقامات ترکیه خبر دادند که در نتیجه تیراندازی در نزد کنسولگری اسرائیل در استانبول یک فرد مسلح کشته و 2 افسر پلیس مجروح شدند. مقامات امنیتی هویت حمله‌وران را معلوم می‌کنند ولی رسانه‌های ترکیه گفتند که آنها اعضای گروه تروریستی دوئیش هستند که از ولایت کوچیالی آمدند. هنوز سبب دقیق حمله در نزد کنسولگری اسرائیل معلوم نیست. برمیگردیم به تاجیکستان. با آغاز جنگ در ایران و تلاطم در بازارهای جهانی قیمت طلا هم در تاجیکستان بالا رفت و حالا خریداران در زرگری و طلا فروشی ها کمتر شده است. پیامد آن برای اقتصاد کشور چیست و چرا با وجود تولید طلای زیاد در تاجیکستان قیمت این فلزات گرانبها در کشور بسیار بالاست؟ علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله این مسئله را تحقیق کردند. دکان‌های کم آدم در یک راسته طلا فروشی در شهر دوشنبه. نادیره عظیمова میگوید از صبح تا بعد از نصف روزه 6 اپریل 1 گرم طلا نفروخت، در حالی که ارزش طلا و نقره در 2 هفته پیش و با سبب نیزا در خاور میانه در جهان پایین رفت، در دکان‌های طلا فروشی تاجیکستان قریب به تغییر مانده است. نادیره گرانی نرخ طلا را یکی از سبب‌های نبودن مشتری دانست. کلینت‌ها هزینه‌استند کجان چون که هر روز نرخ تو بلند میشه تو پس میشه و خیلی بمیشنیم. پیش یه مایده سودو ناز بود حوزی سودو نیست. آدم نیست. با نقل این همصحبت ما سال پیش 1 گرم طلا در فروشگاه‌های مصنوعات زرگری 700 سومانی حساب میشد. حالا 1150 سومانی است. وی میگوید افزایش نرخ مصنوعات زرگری با کار و زندگی آنها نیز بی تاثیر نماند. برای ما هم ضرر مقصد می میشنیم بیهوده میریم معاش نمیگیریم. مقصد تلک موده هم دوایه. هم خریدار ده هم فروشنده ده. یه روز در مثالم یک چه سودا میکنیم بعضی روز سودا هم نمیکنی خیلی مسته. میگه از مردم زورشون با 10 گرم 15 گرم نمیرسن. خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به معلومات بانک ملی تاجیکستان نوشت که هفته پیش نرخ سبیکه‌های طلا حدود 14% پایین آمده است. با اطلاع منبع اگر در آخر ماه فوریه نرخ یک سبیکه 5 گرمه طلا بیش از 8000 سومانی بود، تا آخر ماه مارس آن تا تقریبا 7000 سومانی رسید. به نظر می رسد آن به ارزش مصنوعات زرگری در دکان‌های طلا فروشی تاجیکستان تاثیر نگذاشته است. برخی سوداگران گفتند آنها بیشتر طلای از خارج از جمله از ترکیه وارد شده را به فروش می‌گذارند و اکثر آنها قبلا و در زمانی که نرخ طلا بلند بود آورده شدند. در فروشگاه تاجیک کریستال تاکید کردند که وابسته به ذوق و خواهش مشتریان از طلای وطنی نیز جواهرات می‌سازند.
مردم یعنی مشتریان تیلوی پروبای 585 و پروبای 750 رو خریداری میکنند و تیلوی پروبای 585 یعنی که نرخش از 1000 تا 1150 سومون برابر است که ساکنان اومده خریداری مینمایند. نرخگذاری نرخ تیلو از بیرژه جهانی معین کرده می شود. یعنی در بیرژه جهانی چگونه که نرخ نو بالا می شود یا که پس می شود در تمام جهان نیز از همون نگاه کرده نرخ نو رو معین می کنند. در تاجیکستان انگشتری، گردنبند و یا دستبندی تیلو را بیشتر در تویها و زادروز و مراسم دیگری خرسندی تقدیم می کنند. چند نفر در دوشنبه گفتند که نرخ تیلو در تاجیکستان یک مدت کوتاه پایین رفت ولی دیگر بار گران شده است. یک جیان منتوشیدگی بود. همونجا خریدیم یک کامپلکس تیلو خریدیم دادیم. قیمت‌تر بود خریدیم به هر حال. قیمت‌تر بود. نرنگی اول ارزان بود یک سه ماه پیش. همون را نخریدیم خرید بود توی دیرتر شد. خریدیم. قیمت‌تر بود خریدیمش. نرخ بالای طلا در تاجیکستان در حالی است که کشور کانهای زیادی معدن دارد و اکثرا شرکت‌های چینی در آنجا مشغول جستجو و کارکرد هستند. روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشروف میگوید بهتر است این کارها را شرکت‌های وطنی انجام دهند تا ارزش معدن‌های گرانبهای چون طلا به مردم دسترس گردند. میتلی هست که باعثی نگاه داشتنی بایگری خواهد شد. مقامات تاجیکستان هر سال از افزایش استحصال طلا خبر می‌دهند ولی سالهای اخیر آمار آن را مخفی نگاه می‌دارند. بنابراین گاه شفافیت در استخراج و صادرات یا فروش آن زیر شبهه قرار می‌گیرد. و یک گزارش دیگر هم داریم. در این روزها بعضی کوچه‌های پایتخت تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به لاله‌زار زیبا تبدیل یافتند. تخم این گل‌های لاله را اکثرا از هلند می‌آورند، اما گفته می‌شود میلیون‌ها سال پیش وطن لاله محض کشورهای آسیای مرکزی بوده است. همکارم اسکندری خوجا میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. بیش از 140,000 لاله رنگارنگ پارک استقلال شهر مارج لب کل ژنو را به یک لاله‌زار عظیم تبدیل دادند. آخر ماه مارت در این گوشه شویتساریا جشنواره لاله و یا تولپن افتتاح یافت که تا میانه‌های ماه می ادامه می‌کند. مهمانان چاره‌بینی امکان دارند که در 350 باغ و گلزار گرد و اطراف انواع مختلف لاله را تماشا نموده با غذای محلی و تاریخ گل لاله آشنا شوند. رئیس این جشنواره ورونیکا هرمنجت میگوید بار اول این فستیوال در سال 1971 برپا شده، همانجا گل لاله همچون شهادت فرارسی فصل بهار اعتراف شده بود. ما با چند چالش روبرو هستیم. اولا هوا یعنی حرارت و تغییر اقلیم. اکنون گلها بروقتر می شکوفند. ببینید که گلها در آخر ماه مارت شکفتند. کمی رنگشان هم دیگر شده است. شاید در آینده ما جشنواره را یک هفته پیشتر دایر کنیم. رئیس جمعیت جهانی گل لاله ایبا گولسن بر این نظر است که تاب‌آوری فوق‌العاده گل لاله سبب شده است که این جشنواره با موفقیت ادامه دارد. در این روزها مقدار بزرگ گل لاله در هلند پرورش و در سراسر عالم پهن می شود، ولی وطن این گل آسیای مرکزی و کوههای میان چین و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان است. در آنجا اولین گل لاله میلیون ها سال پیش وجود داشته است. واقعاً پرورش خانگی گل لاله در آسیا در عصرهای میانه راه اندازی شده. در عصر 15 میلادی لاله گل اساسی آرایش کوچک و قصرهای خلافت عثمانی بوده است. در همین دوره گل لاله توسط ترکیه به اروپا صادر شده. سر از عصر 17 تا امروز هلند مرکز جهانی پرورش و پیوند گل لاله به شمار می رود. در خزینه جهانی پرورش گل لاله در سالهای 2013-2014 تقریباً 1800 نوع این گل ثبت شده بود. لاله گلی تاب‌آور است. آن به سرمای زمستان و هوایی نسبتاً معتدل بهار مطابق شده است. در دوره حاضره از حساب پیوند لاله مطابق به هر گونه بیماری، تغییر اقلیم و عامل‌های دیگر تولید و پرورش می شود. ولی برای حاصل شدن پیوند نوعی جدید لاله از 10 تا 20 سال لازم است. دوره شکفتن لاله از 1 تا 2 هفته را در بر می گیرد. به شرافت پیوند انواع مختلف، گلپروران شهر مارج دوره شکفتن لاله را تا 6 هفته طول دادند.
دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید، ولی فراموش نکنید که برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان میتوانید با سامانه رادیو زودی وارد شوید. همچنین مطالب نوی ما را میتوانید از صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. فردا ما شما را در برنامه منتظر